وزارت کورای داخلی تاجیکستان در شماره نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کورای داخلی ویدیوی دو نفرش را نشر کرد که با اتهام دزدی بیش از $40,000 از یک مغازه در نویه فرخور بازداشت شدند. یکی از گمانبران 18 و دومی همگی 17 سال دارند. بنا به گزارش افق قادریان، پدپلکاونیک میلیسیا و سخنگوی ریاست وزارت کورای داخلی ولایت قتلان، کارمندان شعبه میلیسیا نویه فرخور در اساس عریضه ساکن نویه مذکور عاید از جانب شخصان نامعلوم دزدیدن بیش از $40,000 به تفتیش این قضیه پرداخته، ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی دو نفر از دهه دهقان‌آباد را با گمان دست داشتن در این دزدی دستگیر کردند. دستگیر شده ها رحمت بختیار سال تولدش 2004 و فیض‌الله زاده فردوس سال تولدش 2005 ساکنان دهه دهقان‌آباد نویه فرخور می باشند. بنا به گزارش افق قادریان، در رفت تفتیشات معین کرده شد که این دو نفر شب 15 مارس سال روان با مصلحت پیشکی که مقصدشان دزدی مال و ملک اشیاء مغازه شهروند گلف خالنظر ساکن نویه فرخور بود، راه به جانب خانه صاحب ملک میگیرند. نامبردگان از نبودن آدمان گرد و اطراف استفاده نموده وارد سن اولیه شهروند گلف خالنظر گشته، از آنجا با یک عدد آهن دراز شکل گرفته قلف در مغازش را شکسته غیر قانونی وارد میگردند. سپس از داخل مغازه به مقدار 200 سامانی تنگه های آهنین، 15,000 سامانی، $40,150 ایالات متحده آمریکا و یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا را که ارزشش 150 سامانی می باشد تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند که با این کردار جنایتکارانه‌شان به جبر دیده به مبلغ 690,000 سامانی ضرر مخصوصا کلان میرسانند. در شعبه تفتیشاتی میلیسیا نویه فرخور نسبت به این دو گمانبر بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون برای دزدی همچون جزا از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند، ولی جزا برای آنهایی که به سن 18 نرسیدند نسبتا سبکتر است.